درود بر شما همراهان مجموعه حساب تویوب. بهنام رجبی هستم، مدرس دوره آموزش حسابداری مقدماتی. بچه ها رسیدیم به قسمت 5 از فصل 3. این جلسه در این بخش از فصلمون هستیم و موضوع این جلسه ما تعریف دست چک تو سپیداره. در این جلسه میخوایم ببینیم که دست چک در سپیدار چیه، نحوه تعریفش چجوریه، نحوه حذفش چجوریه و چند تا نکته جالبم میخوام در رابطه با دست چک بهتون توضیح بدم. خب من وارد نرم افزار سپیدار شدم. اگه وارد منوی دریافت و پرداخت بشیم، در بخش عملیات یه گزینه میبینیم به اسم دست چک جدید. روش که کلیک بکنیم یه همچین فرمی باز میشه و شما میتونین یه دست چک بر خودتون با توجه به اون سریال دست چکی که بهتون ارائه شده داشته باشین. برای تعریف دست چک که میدونید همتون چیه دیگه، توضیح دیگه نمیدم. برای تعریف دست چک وارد این بخش اولش میشیم. حساب بانکی مرتبط با دست چک رو انتخاب میکنیم. سریال شروعش هم اینجا وارد میکنیم، مثلا میگیم 20 35 60. اینجا تعدادش هم وارد میکنیم بسته به اینکه دست چکتون چند برگیه، مثلا 50 برگه. و اینجا هم قالبش رو مشخص میکنید که دیگه غالبا در قالب چک صیاد باید باشن دست چکاتون، دست چکایی که میگیرین، و به این شکل دست چک رو ذخیره میکنیم. تمام بچه ها، دست چک تعریف شد. اما یه نکته، آیا ما زمانی که میخوایم چک پرداخت بکنیم در فرم اعلامیه پرداخت جدید، اینجا زمانی که از فیلد چک استفاده میکنیم، البته بگم من هنوز فرم اعلامیه پرداخت رو بهتون توضیح ندادم، اینجا آیا شماره دست چک رو سپیدار کنترل میکنه یا نه؟ یعنی ما الان یه دست چک تعریف کردیم، گفتیم که تو قسمت فهرست که بریم ببینیمش دست چک ها، اینجا الان دست چک رو نشون میده. دابل کلیک میکنم، بازش میکنم، ببین یه دست چک شروع تعریف کردیم، این سریال شروعشه، این تعدادشه. حالا به فرض مثال الان میخوایم یه چک بدیم به یه شخصی، آیا سپیدار کنترل میکنه که دقیقاً شماره چکی که داریم میزنیم در بازه‌ای باشه که اینجا تعریف کردیم یا نه؟ کنترل نمیکنه. نکته خیلی مهمیه بچه‌ها، کنترل میکنه به شرط اینکه کنترلش رو از مسیر تنظیمات تب دریافت و پرداخت اینجا مشخص کنیم. یعنی ببین اینجا نوشته شماره چک پرداختی با دست چک کنترل شده. این تیکه رو اگه فعال بکنید، تنظیمات رو ذخیره کنید، در زمان صدور چک کنترل میکنه که شماره چکتون با دست چکتون مطابق باشه. بعدن یه تنظیمات هم در رابطه یه ویدیو هم در رابطه با تنظیمات سپیدار بچه‌ها خواهیم داشت در آینده، ولی اینجا باز صرفا خواستم یه نکاتی رو بهتون بگم که تو ذهنتون باشه. اینم از نحوه تعریف دست چک در سپیدار. حذفش هم که برین تو فهرست کلیک راست حذف رو میتونید بزنید، به راحتی حذفش کنید. بچه‌ها سپیدار قابلیت چاپ چک هم داره، اینو بعداً بهتون میگم توی قسمت مربوط به دریافت و پرداخت، اعلامیه پرداخت جدید، اینو بهتون توضیح میدم، ولی فعلا بدونید که چاپ چک هم داره. ممنون که تا اینجا همراه من بودیم. ویدیوهای حساب تویوب رو تماشا میکنید، ما رو دنبال میکنین. در قسمت قبلی بچه‌ها ما تعریف دستگاه کارتخوان داشتیم، این قسمت تعریف دست چک رو داشتیم. قسمت بعدی میریم به سراغ آیتم رسید دریافت، یک آیتم بسیار مهم که پیشنهاد میکنم حتما ببینیدش. بدرود.